چارابینی فرهنگی و فراغتی بخشیده به روز پرزیدنت و 25 سالگی اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در کاخ فرهنگ کارخانه وادی دولتی شرکت آلومینی تاجیک برگزار گردید که در آن نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و نمایندگان کارخانه و تشکیلات شرکت داشتند. رابطه شهر نخست حاضرین را به صحنه بس و مهم مملکت شادباش گفته مخصوص قید نمود که در تاریخ هر یک خلق و وطن لحظه‌های فرا می‌رسند که سرنوشت آینده مردمش را طرح استوار گذاشته در بنیاد و پیشرفت مملکت نقش حیاتاً مهم می‌بازند. اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در صحیفه‌های تاریخ نوین تاجیک همچون رمز اجلاسه نجات بخش و سرنوشت‌ساز وارد گردیده است. آن از لحاظ ماهیت خود با اعلامیه استقلالیت تاجیکستان برابر ارزش است. اگر اعلامیه دولتی را به نام تاجیکستانی صاحب استقلال اعلان داشته باشد، پس اجلاسه 16 شورای عالی در شهر خوجند همین دولت را از فناشوی نگاه داشت و ملت تاجیک را از گرداب نابودی بیرون کشید. همچنین در چارابینی اشتراکچیان اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نموده ابراز داشتند که قبل از همه خدمت‌های برجسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در جدای برقرار نمودن صلح و وحدت ملی در مملکت خیلی بزرگ است. دستاوردهای نادر صلح ما بود که مذاکرات و صلح آفرینی مردم ما را امروزها در تمام مناطق جنگ‌زده عالم همچون نمونه مکتب صلح آفرین مورد تحقیق و استفاده قرار می‌دهند. جهت سزاوار تجدید نمودن 25 سالگی اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده نقشه چارابینی‌ها را از قبیل واخوری و ملاقات‌ها میز مدور با جوانان می‌گذراند. در آخر یک برنامه کنسرتی که سرود و ترانه‌های پر از وطن دوستانه و جالب و دیدنی بود از جانب کارمندان شعبه فرهنگ و خوانندگان مؤسسات تأسیسات میانه عمومی شهر ترسونزاده پیشکش حاضرین گردانده شد.